تو این 4 سالی که من در مجلس بودم و داشتم پیگیری میکردم، تنها چیزی که براشون مهم نیست منافع مردمه. تنها چیزی که براشون اهمیت نداره رضایتمندی مردمه. تنها چیزی که براشون مهم نیست بی‌اعتمادیه که مردم نسبت به حاکمیت براشون ایجاد میشه. سرم گیج 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 میره هی، ساقی میریزه می، یکی منو گردن بگیره، یکی منو گردن بگیره. انقدر قر داره کمر، ناز نازم و بخر، یکی منو گردن بگیره، یکی منو گردن بگیره. مست و پاتیلم بابا ولم کن که میخوام برقصم، نمیگیره که منو پیکم و بدو تو بده به دستم. مست و پاتیلم بابا ولم کن که میخوام برقصم، نمیگیره که منو پیکم